مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیزر میگه که منم داشتم های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردی به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، هرچند با این خبرهای تلخی که از داخل ایران میاد بیرون و با این گرونی و فقر و بیکاری و هزاران مشکل قطعا حال شما هم مثل من خوب نیست. امروز قصدیم که در برنامه پشت پرده تحلیل و آنالیز بکنیم آخرین یا بهتر بگم جدیدترین مصاحبه علی کریمی رو که مکس امینی باش انجام داد. مصاحبه‌ای که پر از جنجال و حاشیه و حرف و حدیث بود که امروز تحلیل و آنالیز می‌کنیم این مصاحبه رو. میدونید که علی کریمی بیش از 5-6 ماه هستش که به صورت مداوم پست و استوری میذاره و از مردم حمایت میکنه، مردمی که اومدن کف خیابون‌ها اعتراض کردن برای یک زندگی عادی، نه زندگی خوب و عالی، و علی کریمی اومد پشتشون و ازشون حمایت کرد و طبیعتاً یه سری از افراد وابسته و دلبسته و سایبری و وصل به همون حکومت اصطلاحاً از علی کریمی خوششون نمیاد و سعی میکنن به هر نحوی که شده علی کریمی رو تخریب بکنن که بین مردم وجهش خراب بشه. ولی از اون طرف هم مردم اومدن پشت علی کریمی و ازش حمایت کردن و ساپورتش کردن. اما دیدیم که در طول این 5-6 ماه گذشته هم 4-5 میلیون نفر به دنبال کنندهاش اضافه شد. دیگه علی کریمی رو به عنوان یک پرسپولیس 6 آتیشه کسی دنبال نمیکنه. علی کریمی رو به عنوان یک ایرانی که از همه مردمش حمایت کرده دنبالش میکنن. بسیاری از استقلالی‌ها و دیگه حالا طرفداران فوتبال هم متحد شدن و علی کریمی رو حمایت میکنن و دم علی کریمی هم گرم. منم به نوبه خودم از فضای رسانه‌ایم استفاده میکنم و از علی کریمی تشکر میکنم، به خاطر اینکه علی کریمی هم میتونست مثل خیلی از این سلبریتی‌ها و سلبریدی‌ها و افراد وابسته و دلبسته به حکومت با اون پولی که داره راحت بره یه جای دنیا زندگی بکنه، عشق و حال بکنه، سکوت هم بکنه، نه استوری بذاره یا مثلا صفحه‌شو مشکی بکنه و زندگی عادی خودش رو دنبال بکنه. اما اومد پشت مردمش، از مردمش حمایت کرد، پست و استوری گذاشت، تهدید شد، امنیت خودش و خانوادهش به خطر افتاد و اومد از مردمش حمایت کرد. واقعا یه شخصی مثل علی کریمی با این کاراکتر باید ازش تشکر کرد. هرچند علی کریمی آدم سیاستمداری نیست، درسته الان داره فعالیت‌های سیاسی میکنه و رفته سمت سیاست، اما سیاستمدار نبوده. پس وقتی که شما سیاستمدار نباشی و تو بازی‌های سیاسی هم نباشی، ممکنه بعضی وقتا اسیر عملیات فریب بشی یا اطلاعات اشتباه رو به دستت بدن و منتشر بکنی. چون علی کریمی نه ژورنالیست، نه خبرنگار، نه فعالیت رسانه‌ای کرده، نه فعالیت سیاسی کرده. یه شخصی حالا تو دنیای فوتبال حرفه‌ای بوده و فعالیت کرده و تو حوزه ورزش آدم متخصصی بوده، اما از فضای تریبونی خودش استفاده کرده و اومده سمت مردم و اگر هم اشتباهی رو میکنه، من از اون میبینم که یک سری از اون سایبری ها و اون افرادی که وابسته و دلبسته اون حکومت هستن شروع میکنن به علی کریمی حمله کردن که آی ببینید علی کریمی فلان کار رو انجام داد، فلان نمیدونم خبر رو اشتباهی منتشر کرد و چنین و چنان. شما که اگه من بیام تحلیلتون بکنم و پشت پردهتون رو بدم بیرون، خشتکتون رو همونجا پاپیون میکنم انقدر دروغ به مردم گفتی. علی کریمی که آدم سیاستمداری است، طبیعیه که ممکنه که اشتباه بکنه و ممکنه که بعضی وقتا اصطلاحاً یک مسیری رو بره که کاملا متفاوت هست. اما این مصاحبه علی کریمی حامی نکات خیلی مهم، حاوی نکات خیلی مهمی بود که حالا من با پخش کردن تیکه‌ای از این مصاحبه علی کریمی با مکس امینی بهش میپردازم. و نکته‌ای هم که وجود داشت این بودش که من دیدم که خیلی از این سایبری ها و افراد وابسته و دلبسته به حکومت یا حالا خیلی از مردمی که یه مقداری به سمت حکومتن اومده بودن این نکته رو یادآوری کرده بودن که علی کریمی توی مصاحبه 46 دقیقه‌ایش این مصاحبهش پر از کات بوده و حرف گذاشتن دهنش رو نمیدونم از این صحبت‌ها و مصاحبه یه صبح تا شب طول کشیده، 46 دقیقه بوده، ولی خب از غروب و طلوع آفتاب این قضیه اتفاق افتاده و حتی من دیدم که اومده بودن و خیلی از حالا جلوتر بهش میپردازیم
خیلی از رسانه‌ها به این قضیه پرداخته بودن. من اینو توضیح بدم و گفتم هم توی ویدیوم که علی کریمی حالا توی این مصاحبه خودش هم اشاره میکنه، آدمی هستش که سعی میکنه که سمت مردم باشه. حالا ممکنه که تو طول این مصاحبه یه سری جاها حالا مثلا توپق بزنه یا یه سری جاها حرفش رو اونجوری که باید و شاید منظورش رو نرسونه. طبیعیه که مصاحبه ممکنه که کات بشه، یه سری جاهاش حذف بشه، یه سری جاهاش اضافه بشه و یه سری از افراد بیان و بهش مشورت بدن. این نمیتونه جای گله گذاری باشه که آیا مثلا اینکه چرا مثلا طرف اومده و مصاحبهش اینقدر پرکات بوده. خب طبیعیه اومده عمل کرده و یه سری سوال و جوابا هم داشته و داده. از اون طرف یه مورد دیگه ای که بود این هستش که خیلی از دوستان میگفتن که خیلی ما این همه مجری داریم، این همه ژورنالیست داریم خارج از کشور، نمیدونم این همه خبرنگار داریم، این همه رسانه داریم، چرا علی کریمی رفته با یک کمدین و مصاحبه کرده و چرا مکس امینی رو انتخاب کرده برای مصاحبهش، با توجه به اینکه الان علی کریمی رو تقریبا همه ایران دنبالش میکنن و اون کسایی که دوست دارن حتی براندازی هم صورت بگیره پیشنهاد دادن به علی کریمی که بری یه شخصی رو انتخاب بکنی که سوالات پرچالش تری رو از علی کریمی بپرسه. به نظر من علی کریمی مشاوراش یا حالا خودش رو، من میدونم که علی کریمی مشاورم داره، بهش احتمالاً گفتن یا خودش این برداشت رو داشته که چون آدمی نیستش که آنچنان سیاسی باشه، سعی کرده از یک آدم خنثی استفاده بکنه و از آدمی استفاده بکنه برای مصاحبه روبروی خودش که سوالاتش رو در حد اصطلاحاً تفکرات علی کریمی ازش بپرسه. چون به هر حال ژورنالیست اگر بیاد جلوش سوال بپرسه ممکنه چند تا سوال چالشی بپرسه و ممکنه چند تا سوال عجیب و غریب بپرسه که واقعا الان به نظر منم جاش نیست که بخواد این سوالات چالشی از علی کریمی پرسیده بشه و میخواسته شخصی رو انتخاب بکنه، حالا کمدین محبوب بین خیلی از مردم و سمت و سوی سیاسی نداره، هرچند میگفتن که مکس امینی رفته برای نایاک هم اجرا کرده و یه مقداری هم سمت و سوش به سمت نایاکی است. خب ولی خب به هر حال من خودم شخصا نمیتونم این قضیه رو قبول بکنم، حالا ممکنه بوده باشه ولی من حداقل این قضیه رو نمیتونم قبول بکنم. ولی خب تا جایی که تونست این حواشی هم که براش در طول این مدت ایجاد شده بود رو بهش پاسخ داد، ولی یه سری جاها هم سانسور شد توی مصاحبه. یعنی این قسمت از ویدیو که حالا من براتون الان پخش میکنم توی ویدیو اصلی نیست و سانسور شده، در صورتی که چند روز قبلترش به عنوان تیزر تبلیغاتی علی کریمی راجعش صحبت کرد. ببینید تیکه‌ای که سانسور شده رو. بازی‌های جام جهانی رو الان در پیش داریم و دلم میخواد بپرسم ازت اون موقعی که شما تو تیم ملی بودی سال 88 توی اون غبار اندوه و اون به اصطلاح حرکت‌های سنگینی که داشت میشد بر علیه مردم، شما رفتین و چقدر زیبایی دستبندهای سبز رو زدین، شما به هر دو دستت زدی و شدی روحیه و سپورت مردم. الان شما چه انتظاری از تیم ملی داری؟ در مورد تیم ملی فوتبالم شاید توی این روزها خیلی حرف و حدیث بود که آقا باید شرکت بکنه، بازیکن‌ها باید بازی بکنن، باید بازی نکنن و من فکر میکنم حالا خیلی دوستانه، اصلا نصیحتی نیست، نمیدونم قصد نصیحت ندارم بازیکن‌های تیم ملی رو، فقط ازشون میخوام که سمت درست قرار بگیرن. خود من به شخصه خیلی دوست داشتم جای این بازیکن‌ها توی این مرحله بودن. با خودم که فکر میکنم الان بحث این فوتباله، چون میگم واقعا الان یه اتفاقاتی داره میفته که اصلا به نظر من فوتبال و حالا ورزش‌های دیگه تو اولویت نیستش. یه بیانیه‌ای درست بکنیم اگه این اتفاق میافتاد و من جای این بازیکنان توی این برهه زمانی بودم، یه بیانیه‌ای درست بکنیم که از سیستم جمهوری اسلامی بخوایم که هموطنانمون رو نکشه. خیلی از اینایی که الان کشته شدن به دست اینا، خیلی هاشون مطمئناً طرفدار فوتبال بودن و طرفدار یکی از این بازیکن‌ها. ازشون بخوان که این اتفاق نیفته، دیگه کسی رو نکشن، کسی رو اعدام نکنن و الان یه سلاح قوی دستشونه که در غیر این صورت برای تیم ملی بازی نمی‌کنن. بله این یه تیکه از مصاحبه بود که
به نظر فکر کنم سانسور شد و ما تو مسابقه 46 دقیقه ندیدیم و این تیکر رو در آوردن که من چند تا دلیل میتونم براش بیارم که یعنی حدسیات منه در خصوص این قضیه. نکته اول این هستش که علی کریمی گویا مصاحبه تلفنی قالیباف رئیس طویله مجلس رو با بازیکنان فوتبال دیده که چند روز پیش پخش شده و حسابی از بازیکنان فوتبال شاکی شده و میگه بازیکنان فوتبالی که اینجوری میمالن قالیباف رو دیگه چه انتظار از بیانی است و اصلا من این حرفو بزنم بدتر خودم رو خراب کردم. و نکته دومی این هستش که متوجه شده که بازیکنان فوتبال احتمالاً یک امتیازی رو گرفتن از اون دولتی‌ها و دارن فوتبال بازی میکنن و عملاً سمت مردم نیستن. ویدیو قالیباف هم اینه، شاید خیلیاتون ندیده باشید. بعد از پیروزی تیم ملا یا اصلا تیم جمهوری اسلامی برابر ولز، قالیباف رئیس مجلس اومد این مکالمه رو انجام داد. ببینید. سلام، حال شما جناب تاج؟ حال شما خوب ان شاء الله؟ آقای دکتر ممزم رو بودن اینجا کاپیتان های تیم ملی ما آقای صادصفی، آقای سردار آزمون، آقای انصاری فر، آقای بیراون، آقای جهانبخش، آقای طارمی، آقای دکتر سجادی همه هستن. اگه شما محبت کنید من بذارم شما بلندتر یه صحبتی بفرمایید، بعدم من بدم آقای دکتر سجادی. من زنگ زدم هم سلامی بکنم هم به همه شما خدا قوت بدم، تشکر کنم از زحمتایی که خلاصه تو این ماها کشیدیم، مخصوصا تو امروز 100 دقیقه تلاش واقعا بسیار شجاعانه و غیرتمندانه. انصافا دل همه مخصوصا تو امروز، حالا ما در امروز رو داشتیم، تو امروز حالا نداشتیم. خب بقیه شاد کردید، به غیرت تو بود. ایول گفت خسته نباشید، دل همه مردم شاد شد. امروز بعد از این اتمام مسابقه اگه تهران می بودید می دیدید که مردم خوشحال شدن و قدردانی کردن. من از همه شما، همه عزیزان، مخصوصا از آقای کیروش سرمربی، مربی‌ها، بچه‌های خیلی خوب، همه عزیزانی که صدای منو میشنون، همه دوستانی که اونجا بودن زحمت کشیدن، از همهشون تشکر میکنم. انشالله که قدردان زحمات شما باشیم که انشالله هستیم. خیلی ممنون. در خدمت های طارمی هم هستیم. سلام ارادتمند، چطور های طارمی؟ حال شما خوب انشالله؟ خیلی ممنون، خیلی خوشحال شدیم. واقعا شما مایه افتخار بودید همیشه، هم در تیم ملی هم غیر تیم ملی. همیشه شما پرچم ایران رو بالا نگه داشتید. خدا قوتتون بده. ما و روحیه مادر شما رو میبینیم واقعا که اینطوری برای شما دعا میکنن. یه ملت امروز شاد شدن. خدا که انشالله به همه شما قدرت بده، سلامتی بده و امیدوارم که انشالله بازی روز سه‌شنبه هم انشالله همینطور قدرتمند. من یه سوال فنی دارم که داره تصویری صحبت میکنه، با چه فیلتر شکنی داره صحبت میکنه یا با چه نرم افزاری داره صحبت میکنه؟ ماشاءالله تو ایران که همه چی تا خشتک فیلتر. این فیلتر شکنت هم جناب قالیباف بگی چیه ما ممنون میشیم. بعد میگه که مادر تو اینا کار مادر اون داری دیگه، حتما بعد قرآن اینا هم تو کاد باشه. خب بریم و دل همه شاد بشه و انشالله اولین بار باشه که ایران ما گام برداره انشالله برای 1/8. انشالله. مرسی، ممنون. قربان شما. همه از قول من سلام برسونیم، خدا قوت بگیم به همش. بله خب طبیعتا علی کریمی وقتی که این مصاحبه قالیباف و این فایل تلفنی و نمیدونم چیزا رو میبینه، خب میگه با من چه چیزی میتونم داشته باشم برای بازیکن فوتبال و فکر میکنم که همین قضیه باعث شده که راه خودش رو از فوتبالیستا جدا بکنه و بره یک سمت دیگه و بگه بابا اینا اصلا کلا توی لاین دیگه و اصلا نوع تفکرشون با ما فرق میکنه. بازیکن فوتبالی که میبینن امثال وریا غفوری و خیلی از بازیکن‌های فوتبال بازداشت شدن، تهدید شدن و حتی امثال علی دایی رو میان براش فایل صوتی میسازن، پخش میکنن، قصد تخریبشون رو دارن. علی کریم با خودش میگه بابا اینا چه شوتایی ان، نمیدونن اسطورهای اون مملکت رو بهشون رحم نکردن، به شما بخوان رحم بکنن. شما همون شوتو میگفتن یوزا، شما همون پوف یوزایی هستید که هستید دیگه. تو دل خودش شاید همچین چیزی گفته. ولی خب این مصاحبه حالا چون نسخه کاملش کپی رایت داره و باید پخش بشه، من فقط تیکایی که پر از حرف و حدیث هست رو برای شما پخش میکنم که ببینید که مطرح شد و خیلی هم پر حاشیه بود و از سر و صدا کرد.
ماجرای مهران مدیری بود که اولین بار اون خبرنگار کی بود فیک نیوز داشت اینا، رستمپور کیه که ماشاءالله ایران اینترنشنال هم برش می‌دارن میارن تو تلویزیونش. و اما موضوع بعدی که خیلی پرحاشیه شد ماجرای مهران مدیری بود که گفته بودن که آی مهران مدیری رفته دبی و می‌خواسته اینو ببینه و چه که حالا من ویدیوش هم ساخته بودم، از قول یه دونه لیدر برداشته بودن این خبر رو گفتن. بعدش رستمپور اومد با جزئیاتش صحبت کرد، گفت اینا من براتون میذارم اینا عملیات نافرجام ربایش علی کریمی. این رستمپور اومد نمیدونم یه داستان انگار پا منقل بلند شیشه میکشی سلطان اینجوری با جزئیات مینویسی، اومد از جزئیات خروج مهران مدیری و عملیات فلان صحبت کرد که بعد من همون موقع اومدم یه دونه ویدیو دادم بیرون گفتم بابا اصلا یه همچین عملیاتی اگه میخواد انجام بشه نه تنها تو بلکه پدر هفت جد و آباد تو هم نمیفهمن، اونم یه همچین عملیات عجیب و غریبی که میگفتید ربایش علی کریم و چنین و چنان که خیلی هم به من فحش دادن که نه تو سایبری فلانی بیسانی. این خبرنگار تیک آبی داره 24 ساعت تو ایران اینترنشنال و بالا و پایین، این راست میگه تو دروغ میگه. این صحبت یعنی ملاک و معیار یه میگم وقتی سواد رسانه‌ای و سیاسی و خبری پایین باشه همینه دیگه. ملاک میشه اینکه طرف تیک آبی داره یا رفته تو فلان تلویزیون صحبت کرد، حالا اون تلویزیون خودش چیه که این آدم بره توش صحبت بکنه. اون تلویزیون ها حالا بهتون میگم ماجراشون از چه قرار هستش که حالا علی کریمی هم راجع به این قضیه صحبت میکرد. من گفتم این قضیه فاز ور ندارید از زوایای مختلف. این اومد دیتیل داد، اومدن لایک کردن 279,000 نفرم لایک کردن. نه اینا اینجا هست دیگه، 279,000 نفر این عملیات رو لایک کردن و گفتن که آره نمیدونم تو دروغ میگی این عملیات بوده و از این صحبت. ولی خب علی کریمی حالا خودش هم اومد و مصاحبه کرد و راجع به مهران مدیری اینطوری گفت. ببینید. برگردیم یکمی راجع به حاشیه‌ای که در مورد تو صحبت شده تازگی‌ها، مخصوصاً راجع به شما و مهران مدیری و رو بودن شما و اصلا کلا این مثل یه داستان فیلم سینمایی میمونه، سناریو بودش یعنی واقعا اسم ایشون هم بود گفتش قضیه رو سینماییش کنه. من میخوام از زبان خود بشنویم ببینیم جریان چی بوده. یه چیزی که الان مهمه ما توی این اوضاع احوال فقط و فقط باید با هم باشیم. ما الان غیر از نیروهای ضربت اینا که توی کف خیابون دارن مردم ما رو میزنن میکشن، لشکر سایبریشونه که تو فضای مجازی و سوشال مدیا دارن فعالیت میکنن که همین سوالی که شما کردید برمیگرده به این داستان. من آقای مهران مدیری شاید باورتون نشه، خب بالاخره جزء هنرپیشه‌های ما، بالاخره کارگردانای خوب ماست، سینمای ماست، این که شکی توش نیست. ولی شاید باورتون نشه، کسی هم باورش نشه که من تا حالا اصلا نه با ایشون تلفنی صحبت کردم نه حتی نزدیک دیدم. چند بارم دعوت کردم به برنامه‌هاشون ولی من بهشون جوابم بهشون از طریق دوستان مشترکمون این بودش که چون برنامه‌تون ضبط میشه من تو شرکت نمی‌کنم، چون احتمال که 100% یه سانسورای صورت میگیره، شاید یه دفعه حرفتو کاملا عوض می‌کنه. بله درست. برای همین اصلا ما صحبتی نکردیم. من از طریق آقای فاضلی هم مدیر برنامه‌مون اطلاع رسانی هم کردیم، گفتیم اصلا چنین چیزی نبوده اینا. پس اصلا کل داستان صحت نداشته. اصلا صحت نبوده. من اصلا ما صحبت میگم تا این لحظه که الان هستیم، حالا نه اینجا توی این اتفاقات توی این شرایط، ما حتی وقتی که توی ایران هم بودیم اصلا تا حالا میگم نه نزدیک دیدیم نه تلفنی با هم صحبت کردیم. خب دیگه اینم جوابیه. ولی خب این برمیگرده به کدوم اون لشکر سایبری که مردم ما که الان خدا رو شکر خیلی بهوش هست. بله توجه هم کردید دیگه 279,000 تا لایک و بعدش هم صحبت علی کریمی. اما علی کریمی توی صحبتاش میاد راجع به اتحاد صحبت میکنه، میگه بعد اتحاد صورت بگیره، نه بعد راجع به یه سری از افراد صحبت بشه و نمیدونم افشاگری بشه و چنین و چنان. به هر حال من با این تیکه از صحبت علی کریمی مشکل دارم. گفتم طرفدارش هم هستم، دنبالش هم میکنم، دوستش هم دارم، براش هم کامنت هم گذاشتم و چیزای مختلف، اما مشکل دارم با این قضیه و به هر حال خودش هم البته اعتقاد داره که باید دموکراسی باشه، آزادی بیان باید باشه، همه باید بتونن صحبت بکنن و قطعا اگرم صحبت منو بشنوه میدونه که این صحبت من این تیکش منطقیه. ببینید یه عده میان فکر میکنن که یه تلویزیونی که میلیون ها پوند براش خرج شده
مثل ایران اینترنشنال هر چی بگه درسته، چون شیکه، همه چی با کلاسه، همه چی خوشگله، نه دوستان اینطوری نیست. شما برید رزومه یه سری از خبرنگارایی که تو این شبکه ها رفتن رو ببینید. طرف آشپزی میکرده، بعد مثلا دیدن قیافش خوشگله، آوردن کردنش مجری. طرف مثلا با فلان طرف رفیق بوده، 2-3 هفته باش رفته اومد گفتم بیا تو هم کار مدیایی بکن توی این رسانه، در صورتی که خیلی از این افراد نه درس خبرنگاری خوندن، نه درس نمیدونم خبرنویسی خوندن، نه عملیات فریب میدونن چیه، نمیدونن دیتای دروغ یعنی چی، یعنی نمیدونن که اصلا فریب های سایبری یعنی چی. هر چیزی که دم دستشون میاد پخش میکنن و نمیدونن که دارن تو زمین آخوندا بازی میکنن. براتون یه مثال میذارم. یه دونه فایل صوتی لو رفت از فرمانده بسیج، نمیدونم چی گفته بودن که اطلاع تو گوشی نمیدونم تو رکوردر یه نفر بوده، گروه هکری اومده هک کرده و این فایل صوتی در اختیار رسانه ها قرار گرفته. ممکنه که تا یه جایش درست باشه، اما شمایی که خبرنگاری خوندی ادعات میشه نباید تو زمین جمهوری اسلامی بازی کنی. بهش میگن عملیات فریب. مثلا تو فایل صوتی که منتشر شده که من خودم فکر میکنم که این فایل صوتی کاملا هدفمند و با برنامه‌ریزی قبلی در دسترس قرار گرفته که پخش بشه، دیتاش کاملا به نفع جمهوری اسلامی. کجاش؟ مجتبی پورمحسن میاد توی ویدیویی که منتشر میکنه میگه که آره حکومت از اعتصابات سراسری میترسه و مردم اعتصاب سراسری کرده بودن و این قضیه باعث شده که حکومت پشماش بریزه و این تیکه از فایل صوتی رو رفرنس قرار داده. بشنوید این فایل صوتی رو. وقتی در بعضی شهرها نزدیک به 100% بازار به فراخوان اعتصاب مخالفین نظام پاسخ مثبت دادند. تبریز هم صبح که بازاری اومده بودن بروزه کفش کوشیاشون کفش اینا اومدن. میگه در تبریز میاد میگه که ترسیده بودن حکومتی‌ها. اینم تیکه فایل صوتیه و اون طرفی که داره صحبت میکنه میگه که در بازار تبریز به ویژه کفش فروشی هایشان مردم آمدند مغازه را باز کنند. 8 نفر تهدیدشون کردن که نباید مغازه رو باز نکنن. یعنی بازاری اومده سر کار ولی تهدیدشون کردن که اینم وظیفه ناجا بوده که در واقع تامین بکنه بازار رو انجام نداده. بله این نشون از بیسوادی خبرنگاره. فایل صوتی رو پخش کرده، بقیه خبرنگار اینترنشنال نشستن میگن چه فایل صوتی خفنی یا ابوالفضل، ما الان اینو پخش بکنیم دیگه همشون تو جمهوری اسلامی جر میخورن، بعد میشه چقدر هزینه کردم من یه کاغذ برات پاره میشن که ما الان لو دادیم. بابا شما با این فایل صوتی اون کسایی که تو جمهوری اسلامی نشستن اون الکترو اسماکشون گذاشتن جایشون و دارن نگاه میکنن بهتون میخندن. چرا بهتون میخندن؟ به خاطر اینکه تو فایل صوتی داره چی میگه؟ میگه 8 نفر اومدن تهدید کردن که میکنیم توت اگه مغازه رو باز بکنی و اونا باز نکردن. یعنی اعتصابات با تهدید و زور بوده، نه با علاقه و میل مردم، در صورتی که مردم با علاقه خودشون و به خاطر این گرونی ها اعتصاب کرده بودن، ولی شما با این فایل صوتیتون جوری القا کردید که با زور اعتصاب شده. وقتی نمیدونید، تا دیروز گلدوزی میکردی، تا دیروز شاعر بودی، تا دیروز نمیدونم نویسنده بودی، میاد کار ژورنالیستی میکنی، اسیر این عملیات فریب میشی، چون کار خبرنگاری نکردی. عزیز من یه یاد بگیر، بیا ما حداقل درسی چه درسی خوندیم اگر ناراحت نمیشن دوستان و بهشون بر نمیخوره. یاد بگیرن آقا بقیه‌اش چی بوده. تهران هم اینجا میگفتن خود در واقع ناجا تحریک کرده که آقا ببندیم بریم، دارن تهدید میکنن ببندیم بریم. فایلی که نشان می‌دهد حمله به نمادهای جمهوری اسلامی از مراکز بسیج تا دفاتر امامان جمعه و امام پرانی به روایت بازوهای امنیتی رسانه‌ای نظام یکی از دغدغه‌های اصلی بذارم برام یکی عقب‌ترشون برای اعتصابات هم بازم صحبت کرده بوده. گفته بوده که در صدر این اعتصابات، یعنی یه جوری خب مثلا اومده بوده گفته بوده که این اعتصابات تو 3 روز داشته انجام می‌شده، اما
تهدید کردن مردم رو و گفتن مغازه‌تون رو آتیش میزنیم و نیروی انتظامی هم گفته ببندید. یعنی یه جوری اون فایل صوتی اومده بیرون که مغازه‌دارها با تهدید به آتیش گرفتن و سوختن و این اتفاقات بوده که بستن، نه به خاطر اعتراضات مردم. آقایون دانشمند پروفسور تو ایران اینترنشنال، اسیر عملیات فریب شدید و نباید این تیکه از فایل صوتی رو پخش میکردید. نفهمیدید دیگه، قبول کنید. حالا بیاید بهشون بگید، میگن مزدور فلانه شما تو بعد علی آقای کریمی هم میگه که بعد اتحاد صورت بگیره. آقا من افشاگری میکنم که اینا آگاه بشن دیگه، همچین اطلاعات اشتباهی رو به خورد مردم ندن، همچین اطلاعات دروغی رو به خورد مردم ندن که حرف از اتحاد میزنه. رو بحث این که مثلا علی کریمی هم اومد گفت آقا من تهدید شدم، چون مصاحبه کپی رایت داره من خیلی نمیتونم صحبت بکنم، که مثلا بحث اجاره پیج علی کریمی بود که بعد به علی کریمی میگم که واقعا این اتفاق میفته. یعنی خودش هم صحبت کرد تو ویدیوش و گفتش که اجاره پیج صورت نمیگیره، ولی بعد بهش بگم که این اتفاق میفته. و مهناز افشار رفیق خودت هم که استوریش هم کردی اومده گفته که من اصلا پیجمو دادم به مؤسسه توانا و اونها از پیج من استفاده بکنن و اینم حالا یه تناقض دیگه بود تو صحبت علی کریمی. اما در مجموع اگه من بخوام یه جمع‌بندی بکنم از صحبت علی کریمی واقعا اون قسمتش که بغض کرد به نظر من یکی از تلخ ترین بغضایی بود که من دیده بودم توی زندگیم و واقعا بغض یک ملت بود و دمش هم گرم اومد پشت مردمش و ایستاد پشت مردمش. اگر اونایی که از علی کریمی انتقاد میکنن جای علی کریمی بودن، مطمئن باشید که 1% کاری که علی کریمی میکنن نمیکردن. پولشون رو میذاشتن تو جیبشون، میرفتن یه جایی برای خودشون اشغال میکردن و اصلا براشون مردمشون مهم نبود. علی کریمی تهدیدها، تهدید به مرگ شدنها، کشته شدنها، نمیدونم تهدید خانواده‌اش، زن و بچه‌شو به جونش خرید و رفت جلو. هر چقدر شما بخواید بگید که چون یه عده میگن که این نمیدونم عملیات فلان بود و مال خط از مجاهدین بود داره میگیره، خط از امریکا داره میگیره، خط از هر جایی که بخواد خط بگیره، مهم اینه که الان پشت مردمشه. میتونست نباشه ولی هست. ببین یه عده هستن هیچ چاره‌ای ندارن، یعنی فقط باید یه مسیری که هست رو برن. اما علی کریمی میتونست زندگی بهتر و آرامتری داشته باشه، اما اونو گذاشت کنار برای مردمش. این باید ارزشمند باشه. من همیشه تو تمام ویدیوهای افشاگری من میگم که آقا همون مردمی که شما رو گنده کردن، بزرگ کردن، بتتون کردن، موقعی که مردم به شما نیاز داشتن باید برید پشت مردمتون وایسید. علی کریمی این کار رو کرد و حتی اومد معذرت خواهی هم کرد بابت اینکه اومده بود از روحانی حمایت کرد. هرچند ما اون موقع اومده بودیم یه ویدیو ساخته بودیم که آقا گول این صحبت روحانی نخورید، ولی خب گفتم دیگه امثال علی کریمی تخصصشون فوتبال و ورزشه، نه موضوعات سیاسی و چیزهای مختلف. ویدیو کاملش رو برید خودتون ببینید متوجه میشید، تحلیلاش هم میاد بیرون و میبینید دیگه. سعی میکنن که علی کریمی رو اونایی که داخل کشورن تخریب بکنن و اون جایگاه اجتماعیش رو بین مردم خراب بکنن. در صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید و ممنون که تا این لحظه با ما همراه